فرض کنید یه مقدار ریال یا تتر توی کیف پول نوبیتکستون دارید. اگه پیش بینیتون این باشه که بازارهای مربوط به بیت کوین حالتی صعودی به خودشون میگیرن چیکار میکنید؟ یه مقدار بیت کوین میخرید و صبر میکنید تا به اون قیمت مورد نظرتون برسه. حالا اگه یه مقدار ریال یا تتر داشته باشید و پیش بینیتون این باشه که بازارهای مربوط به بیت کوین روندی نزولی در پیش دارن چیکار میکنید؟ یعنی چطوری میشه وقتی بیت کوین ندارید از افت بازار سود به دست بیارید؟ جواب این سوال‌ها توی مفهوم فروش تعهدی نهفته است. پس این ویدیو درباره موقعیت فروش تعهدی، معادل همون مصوبه سازمان بورس، چیزی مشابه با قابلیتی که تو بازارهای جهانی بهش شورت سل پوزیشن میگن، یعنی راهکاری برای سودآوری توی روندهای نزولی بازار. روال فروش تعهدی اینطوریه که اول شما میان ریال ها یا تتر هاتون رو به عنوان وجه تضمین توی کیف پول فروش تعهدی خودتون قفل میکنید و معادل اون وکالت فروش بیت کوین یا هر رمزارز دیگه‌ای رو دریافت میکنید. وقتی این کار رو انجام دادید میتونید وکالت فروش دارایی و در نهایت خرید اون دارایی با وجه حاصل از فروش رو به دست بیارید. در نتیجه میاد مثلا وکالت فروش بیت کوین یا هر رمزارز دیگه‌ای رو دریافت میکنید. بعد بیت کوینی که وکالت فروشش رو گرفتید و میفروشید و معادل اون ریال یا تتر دریافت میکنید. حالا بعد اینکه طبق تحلیل خودتون قیمت بیت کوین پایین اومد، اون رمزارز فروخته شده رو دوباره میخرید تا تعهد خریدتون انجام بشه. فایدهش چیه؟ اینکه اگه درست تحلیل کرده باشید و بیت کوین واقعا روندی نزولی رو در پیش گرفته باشه، اون بیت کوین نهایی با قیمت کمتری خریداری شده و بعد از انجام تعهد خرید علاوه بر وجه تضمین اولیه خودتون یه مقدار سود هم بهتون تعلق میگیره. سود حاصل از موقعیت فروش تعهدی. این مفهوم رو با عدد و رقم بهتر میشه فهمید. پس یه مثال، یه رمزارزی رو در نظر بگیرید که قیمت هر واحدش مثلا 10,000 تومنه و تحلیل شما اینه که قیمتش تا 8,000 تومن هم میاد پایین. شما میاد 300,000 تومن از دارایی خودتون رو از کیف پول اثبات به کیف پول فروش تعهدی انتقال میدید. ابتدای روند قیمت این رمزارز 10,000 تومنه. پس وکالت فروش 30 واحد از اون رمزارز رو با این وجه تضمین خودتون به عهده میگیرید. چی میشه در نهایت؟ شما 300,000 تومنتون رو وجه تضمین گذاشتید و در ازاش وکالت فروش 30 واحد از اون کوین در اختیارتون قرار گرفته. بلافاصله این 30 تا کوین رو میفروشید و با فرض کارمزد مثلا 0.1% فروش 299,700 تومان در اختیارتون قرار میگیره. حالا صبر میکنید تا قیمت اون کوین به 8,000 تومان برسه. وقتی رسید مجددا اون 30 تا کوین رو میخرید. البته بازم حواستون به کارمزدهای خرید و فروش باشه. مثلا کارمزد خریدم اگه 0.1% باشه، برای خریدن دوباره اون 30 تا کوین باید سفارشتون چیزی در حدود 30.03 واحد از اون کوین باشه. توی این قیمت جدید 8,000 تومانی این مقدار چیزی حدود 240,240 تومن میشه. حالا چی دستتونه؟ 30 واحد از اون کوین به اضافه تقریبا 60,000 تومن. اون 30 واحد رو به استخر دارایی وکالت دهنده ها برمیگردونید و 300,000 تومن وجه تضمین خودتون رو برمیدارید. در مجموع الان تقریبا 360,000 تومن توی دستای شماست. یعنی تقریبا 60,000 تومن سود. یه چیزی در حدود 20%. نکته مهم مربوط به موقعیت فروش تعهدی وابستگیش به زمانه. هر موقعیت تا ساعت 24 همون روزی که اون موقعیت باز شده اعتبار داره. اگه ساعت از 24 بگذره، موقعیت به صورت خودکار برای روز بعدی تمدید میشه و این تمدیدها نهایتاً میتونن تا 30 روز ادامه داشته باشن و بعد از اون موقعیت به صورت خودکار بسته میشه. هر موقع موقعیت فروش تعهدی تمدید میشه، 2 تا اتفاق توی موقعیت رخ میده. تغییر اول، کارمزد تمدید موقعیت. کارمزد تمدید اینطوریه که به ازای هر 1,000,000 تومان سفارش فروش تعهدی تقریبا 1,000 تومان به عنوان کارمزد تمدید محاسبه میشه و با هر بار تمدید موقعیت از وجه تضمین شما کم میشه. کارمزد تمدید رو توی بازه‌های 1,000,000 تومانی محاسبه میکنیم. یعنی اگه شما کمتر از 1,000,000 تومان هم سفارش فروش تعهدی داشته باشی، بازم این کارمزد 1,000 تومانه. مثلا اگه سفارش فروش تعهدی شما 9,500,000 تومان باشه، هر روزی که این موقعیت تمدید میشه تقریبا 10,000 تومان به عنوان کارمزد تمدید موقعیت از وجه تضمین شما کم میشه. البته اگه از بازار تتری برای سفارش گذاری فروش تعهدی استفاده میکنید، کارمزد تمدید موقعیت هم تتری حساب میشه. اینطوری که به ازای هر 30 تتر تقریبا 0.03 تتر کارمزد تمدید موقعیت از وجه تضمین شما کم میشه. بازم مثل حالت قبلی،
اگه کمتر از 30 تتر هم داشته باشید بازم کارمزد تمدیدش همینقدره. مثلا اگه سفارش فروش تعهدی شما 50 تتر باشه، کارمزد تمدید این حالت تقریبا میشه 600 تتر. و تغییر دوم، سهم استخر دارایی وکالت دهنده ها از سود اون موقعیت. اگه موقعیت با سود بسته بشه، به ازای هر روزی که موقعیت تمدید میشه 3% از سود موقعیت به استخر دارایی تعلق میگیره. مثلا اگه یه موقعیت بعد از 5 روز با یه سود 100 تتری بسته بشه، 15 تتر از این سود به استخر دارایی وکالت دهنده ها میرسه. و اینم در نظر داشته باشید که استخر دارایی هیچ وقت توی ضررها شریک نمیشه، یعنی وکالت دهنده ها هیچ وقت ضرر نمیکنن. پس اگه موقعیت با ضرر بسته بشه، هیچ زیانی به اونها نمیرسه و تمام اون زیان از محل وجه تضمین وکالت گیرنده برداشته میشه. بسته شدن موقعیت فروش هم ممکنه به چند طریق انجام بشه. روش معمول اون اینه که خود شما، یعنی خود کاربر، بیاد موقعیت رو ببنده. توی این حالت کاربر خودش تشخیص میده که با توجه به وضعیت فعلی موقعیت و سود و زیانش موقعیت رو کی و چطور ببنده. حالت بعدی اینه که موقعیت فروش از نظر زمانی منقضی بشه، یعنی همونطور که گفتم نهایتاً تا 30 روز ممکنه که موقعیت تمدید بشه و بعد از اون اگه کاربر خودش موقعیت خودش رو نبنده، این کار به صورت خودکار انجام میشه و موقعیتش منقضی میشه. و خب سود و زیان کاربر با توجه به قیمت اون لحظه بازار محاسبه میشه. و حالت بعدی لیکوید شدنه. لیکوید شدن به این معنیه که بازار به اندازه‌ای در خلاف جهت پیش‌بینی شما حرکت کرده که وجه تضمین شما دقیقاً برابر شده با ضرر معامله. در نتیجه موقعیت به صورت خودکار بسته میشه و تمام زیان استخر دارایی وکالت دهنده و معامله با وجه تضمین پرداخت میشه. برای اینکه لیکوید شدن رو بهتر بفهمیم، بهتره که با مفهوم نسبت تعهد هم آشنا بشیم. نسبت تعهد یعنی دارایی کلی تقسیم بر ارزش لحظه‌ای دارایی‌های مورد تعهد. خود دارایی کلی هم میشه مجموع وجه تضمین به اضافه معادل ریالی یا تتری رمزارز دریافتی در قبال وجه تضمین. یکم پیچیده شد اما ساده‌تر از این حرفاست. یه مثال عددی. مثلا فرض کنید قیمت بیت کوین الان $20,000. شما 1000 تتر وجه تضمین میذاری و وکالت فروش 500 بیت کوین رو میگیری. با فروش این مقدار بیت کوین و احتساب کارمزد فروش 999 تتر در اختیارت قرار میگیره. این 999 تتر میشه معادل ریالی یا تتری رمزارز دریافتی در قبال وجه تضمین. حالا دارایی کلی چی میشه؟ میشه وجه تضمین یعنی 1000 تتر به اضافه معادل ریالی یا تتری رمزارز دریافتی در قبال وجه تضمین یعنی 999 تتر. در نتیجه دارایی کلی شما توی لحظه اول باز شدن موقعیت میشه 1999 تتر. این عدد همون صورت کسر نسبت تعهده. حالا مخرج کسر چیه؟ ارزش لحظه‌ای دارایی مورد تعهد. توی این مثال دارایی مورد تعهد ما 500 بیت کوینه. حالا نکته چیه؟ نکته اینه که قیمت بیت کوین تغییر میکنه. پس ارزش این دارایی مورد تعهد با گذر زمان بالا و پایین میره. اگه بیت کوین به $30,000 برسه، ارزش لحظه‌ای 500 بیت کوین میشه 1500 تتر. یعنی نسبت تعهد میشه 1999 تقسیم بر 1500 تتر. 1/33. اما اگه قیمت بیت کوین کاهش پیدا کنه و به $15,000 برسه، قیمت لحظه‌ای 500 بیت کوین میشه 750 تتر. پس نسبت تعهد میشه 1999 تقسیم بر 750 تتر. یعنی 2/66. از اونجایی که نسبت تعهد رابطه خوبی با قیمت رمزارز مورد نظر ما داره، میتونیم از اون